دوستان عزیز، من همینجا از شما دعوت میکنم در 23 خرداد جاری 2 ماه دیگر کنفرانس سران اکو جهانی در شهر پایتخت تاریخ و تمدن ایران دایر هست و ما دعوت میکنم گروهی در این تاریخ انشالله تشریف بیارید. برادران عزیز، ما اتفاق نویسنده های بین المللی و طبیبان از سال 2018 تأسیس کردیم. خب همین اتفاق حدود 235 نفر اعضا دارد. از آن جمله در ازبکستان قریب 20 نفر زیاد، در قزاقستان، روسیه، آلمان، مکدونیا. از آن جمله ما ایکس در ایران شهادتنامه و دستورین شما هست. این مدال نو پیدا شد. حالا ما همین مدال Вручает, благодаря. Дружба народов. این بسیار خدمت ولازخور طاهری همین مسئله ها و کلان هست. همین یک اتفاق بین المللی نویسندگان و طبیبان تشکیل کردگیشان این یک اکادمی. من هم به نمایندگی از همه مردم تاجیکستان یک تندیس کپی برابر با اصل مجسمه‌ای که در آرامگاه بوعلی سینا نصب است به آکادمی دکتر طاهری تقدیم میکنم و امیدوارم که هر وقت که دکتر طاهری و این مجسمه رو میبینید یاد محل دفن حکیم بی‌بدیل مشرق زمین بوعلی سینا بیفتید و به ما سر بزنید. این دقیقاً کپی برابر با اصل چیزی هست که در آرامگاه بوعلی همدان نصب هست. اونجا بودن آرامگاه همه هیکل موندگی در همونجا. یک جای کلام و جای کردگی، موزه کردگی. هر یک آدمی که علم و فرهنگ دارد خورد میشه. این سال 1045 سالگی ابوعلی میتونه قید میکنه اکادمی پناه تشکیل کردگی از تمام دنیا ماه اوگوست به آدما میبیان. بینید آدم مردگی هم باشد برای چی نو زنده میمون؟ برای که کتاب نویس اثر نمود یک کاری خیر کرد. برای همین دوستی بین ما تشکر زیاد و حرکت میکنیم که مجسمه سینای در انجام سایز بود قوتش مجسمه منم موندیم. البته شما ارزنده هستید ولازخور. البته من یه شوخی هم با آقای دکتر همدان که تشریف آورده بودن حکمتانه پایتخت تاریخ و تمدن ایران، همدان که تشریف آورده بودن یه شوخی با ایشان کردم. گفتم درسته که به شما در تاجیکستان میگن حکیم بوعلی، ولی با وجود پروفسور موسیوند قلب مخترع قلب مصنوعی جهان، پروفسور موسیوند که اولین قلب مصنوعی جهان رو اختراع کردن همدانی هستند، یعنی مال شهر همدان هستند و به نوعی ایشان و حکیم هایی که هستند همه شاگرد بوعلی سینای بزرگ هستند. ما گپی که فهمیدیم که اولی دل سنویه آدمی که نامبر کردن ایرانی ساختگی اسکوسر نیست کشور میکنن که شاگرد ابوعلی سینا هستن. اگر شما همدان تشریف بیارید من حتما شما رو به زادگاه این پروفسور میبرم. یک همچین زادگاه با صفاست، دریاچه‌ای داره و پروفسور موسیوند 36 اختراع پزشکی دنیا رو انجام داده و در 140 اختراع پزشکی تأثیرگذار بوده که اختراع قلب مصنوعی جهان اولینش مال ایشون بوده و بعد اثر انگشت دی ان آی خون که بدون خون با اثر انگشت دی ان آ که پلیس ها میگیرن اختراع پروفسور موسیوند همدانی هست به اضافه 36 تا اختراع دیگه. در خدمتتون هستیم. ممنونم از استاد شخ کنم